سحرم. منم شبنمم. به کانال یوتیوبمون خوش اومدید. امروز شبی با سحر یه رو موضوع- فالو کنید. آفرین. سابسکرایب، لایک، لایک، شیر. شیر. امروز با یه بازی جدید اومدیم. بازم چی مثل بازی؟ همیشه کثافت کاری زیاد. یک مجازات داریم. یک مجازات بسیار با ایده من. سس تند. بوش از اینجا داره دماغمو میسوزونه. سس تنده ولی من آب ریختم یه ذره حل بشه و اینها. شات سس تند. ولی سحر پیشنهاد داد که آبو خالی کن و سرکه بریز توش. خب میمیریم. معده برامون نمیمونه. مگه هدف این نیست که مجازات باشه؟ قرار نیست که. و بوش خیلی تنده. بوش خیلی تنده. وای چی بازی میکنیم؟ از این بازی ها، از اینا از این بازی هاست که تاس میندازیم و تاس از اینجا یدی شروع نداشتیم. میشه. آره تاس دیجیتال یدی نداشتیم. از اینجا شروع میکنیم از این خط و هر کی که تاس میندازه به همون میزان تاس بعد به طرف اون یکی شات و هول بده. هر کی که تونست شاتو به این آخر برسونه اون یکی میخوره اون شاتو. خدا به خیر کنه. خب قراره بازی. اول از همه چجوری شروع کنیم؟ کی اول شروع کنه؟ سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. من یک. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. دو. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. دو یک. سنگ کاغذ قیچی. سه یک. شروع میکنه سر. برو. کاش همین شیشه بیاد. آره بزن. این چهار. یک. از این شروع میکنی. یک، دو، سه، چهار. تکونش میدم؟ نه. آره. سه. برو. یک. میخوای به طرف دوربین چیز میکنی. دو. بیا. موبایلش رو خاموش کرد. جینیس. یک. ای بابا. یعنی میخوای بزنی اپلیکیشن تاسی که دانلود کردی من میخوام بزنم روش. یک، دو، سه، چهار. ببین من واقعا نمیخوام این مایه چندش رو بخورم. مایه چندش نیست. پنج. یک، دو، سه، چهار، پنج. یه چیزیه که ممکنه تو همینجوری به حالت عادی بخوری. بابا ولی وقتی معدت خالی باشه پرش میکنه. شیش اومد. شیش. ببین میخوای یه کاری کنیم با چیپس بخوریم این سس رو. البته شاته. بزنم برات. خودت بزن. میخوای ماست بیاریم که اینو خوردیم اونو روش بخوریم. آفرین. من نمیخوام معده‌مو از الان دست شیش بدم. رو من زدم. من رفتم الان تویی. سه. خوشحالم که شات داره به طرف تو هل داده میشه. یه شیش میخوام. یک، دو، سه، چهار. زهی خیال باطل. پنج، دو، سه، چهار، پنج. من این شاتو نمیخورم ها. مجازات رو بریم با بخوریم. شیش، چهار. آقا من به صورت خیلی عجیبی عجیبی مچ دستم درد میکنه و این خیلی بده. پیر. همینجوری وقتی سنمون داره میره بالا و پنج. یک، دو، سه، چهار، پنج. یه پنج کی میتونه باشه؟ یک، دو، سه، چهار، پنج. تو کلا سوستون دوست داری نمیدونم. ولی وقتی معدت خالی باشه این اپلیکیشنی که دانلود کردی به نظر من داره ما رو اسمون کرده. یک، دو، سه، چهار. شیش بده. یک داد. دیگه چه خبر بچه‌ها جونه؟ من واقعا مچم درد میکنه. یک، دو، سه. اسید. اسمم قشنگ
اسید رو با چیز قرار بخورم. من میگم که تو که داری مجازات میشی حتی درست از چیه مسخره بازی چیپس با سس مثلا اون سری که چیپس با سس خورد. شوش خیلی هم خوشمزه. نوبت توه. 5 1 2 3 4 3 3 1 2 من قبول ندارم. 1 2 3 من 4 قبول 5 ندارم. 6 4 توی من بودم. تو زدی الان؟ نه آها، تو زدی من قاطی کردم دیگه. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 وای ریختیش تویی. 6 1 2 3 4 5 6 من این تاس انداختن تو رو قبول ندارم. چرا؟ داری تقلب میکنی. 6 1 2 3 4 5 6 این تقلب اینجوریه که تقلب بازی در کاره است. کرده 5 6 نه بده من 4 برو 1 5 سگ تو روحت کنم. 4 سحر یه 6 دیگه میخوام برو یه 6 1 2 3 4 5 چرا از وسط نمیخوره یعنی چه وسط همش رو یکه سحر قرار مجازات شه 6 3 4 5 خدایا 1 2 3 4 5 سحر با هم میخوریم با هم میخوریم. اگه من تو وقتی- اشتباهی اولش بذار اینو نشون بدم شاتم کو. من اولش اشتباهی 2 تا شات درست کرده بودم. یه دونه واسه خودش به نظر من اگر که تو باختی تو میخوری ولی اگه من باختم هر دوم میخوری. چند پافیوزی هست خیلی نمیپذیرم باید بپذیری. چرا با بپذیرم 1 2 3 من دارم مقاومت میکنم 1 2 3 4 5 6 بدبخت شدی سحر. وای یه شیشه وای به نظرم اگه تو باختی 2 تا شاتو با هم میخوری. حیف 1 یه 6 بدونش وای دیگه چه خبر؟ این تکون خورد نه خب دیگه چه خبر سحر جون؟ 4 5 6 بذار یه لحظه این یه ذره ته‌نشین شده سس تندش. سحر بنوش از وای زهری که خودت درست کردی بنوش. حاجی این خیلی مزهش بده این مطمئنا بدترین چیزیه که میشه بخورن نه یه ذره بخور باهات همراهی میکنم. اوه اوه خیلی خوشمزه است خیلی بده سحر جان بفرما دوست داری بخوری؟ مزهش باحاله فعلا شما میل بفرمایید. بیشتر بخورم؟ شیر بهت میدم بعدش. بس خب بس نمیخواد همه رو بخوری. سحر سرکش خیلی بده. سرکش من همش رو میخورم اون چیزو 10 برابر کرده تندیشو. دوست داری بخوری؟ خوشمزه است ولی وحشتناکه. تا گوشات میشیرم سحر پرواز کرد. سحر رفت. خیلی تند بود
چیزی میخوای الان چیپس بیارم بخوری بعد تکون میخوری با هم تو معده قشنگ قاطی شه؟ چطور میخوام چیپس داریم میخوام نداریم که چیپس نداریم به خدا پوفیلا دارم میخوای وای چقدر سمه این بعدش میسوزونه میدونی؟ وای 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 این میدونی کدوم قسمتش بده؟ همه قسمتاش بده دفعش بده اینا بخوای دفع کنی بده این آقا بدترش میکنه این چیزش میکنه وای وای حالم بد شد وای تو نخوردی هیچی خیلی بده بذار شیر بریزم وای از شیر روزانه خواهش میکنیم اسپانسر برنامه ما بشه بابا هیچی نخورده خیلی رندوم. آن شیر بر خودت همه بخور عدد هم نیار سر مثل آب رو آتیشه ناره مثل آب رو آتیش من هرگز این رو امتحان نمی کنم دیگه معدم قشنگ داره میسوزه معدم داره میجوشه چیز میکنم خیلی اسیدیه اسیدی و تند تا گوشات میسوزه تا معدت هم همینطور و موقع احتمالاً دفعش هم در هنگام احتمالاً دفع سخت پسته به قول سحر سخت بسته. با مجازات های دیگه همراهمون باشین اگه میخواین مجازات بشین بشین نه بشین بشم در واقع شما از این کارو نکنین تو خونه چون واقعا معدتون به فنا بچه‌های میره گله تو خونه لطفا این امتحان نکنین و پیشنهاد بدین چه بازی‌های دیگه بکنیم از این چه شات بازی مجازاتی؟ چند تا دیگه هم دارم آره ایشالله شاتای بعدی و شب ولی هیچ وقت بخوره سستون رو با سرکه امتحان نکنین وحشتناکه آخه خود مزه سس تنده خیلی خوب بود سس تندش خوب سس ولی تند خیلی. فیلفیل اگه فیلفیل. بچهای فیلفیل بذار دوست بهتون نشون دارن. بدم از سس تند فیلفیل درخواست و شرکت شیر روزانه نجاتش داد سهر نجات داد تا ویدیوهای بعدی اینا به اون پول ندادن هنوز منتظر با پول ندادن امیدوار باش سهر فکر کنم دیسمون میکنن بیشتر آره فیلفیل سس تند مجازات شونده روزانه نجات ده مجازات های شما برامون کامنت بذارین لایکمون کنین شیرمون کنین تا بعد سهر ببرم بیمارستان